800 میلیارد تومان پول یه شبه دادن به یه کارگر. 20 سال پیش توی انگلیس یک کارگر به اسم مایکل کارول برنده جایزه 10 میلیون پوندی توی لاتاری میشه. یه پولی حدود 800 میلیارد تومان الان. با این پول چیکار میکنه؟ عشق و حال، مهمونیای زیاد میگیره، دوستاشو جمع میکنه دور خودش، ماشینای خفن میگیره. خب چقدر طول میکشه این داستان؟ 3 سال. ظرف مدت 3 سال همه‌شو از دست میده. حتی زنش ترکش میکنه و مجبور میشه برای اینکه زنده بمونه بره آشغال جمع بکنه. خیلی ها فکر میکنن اگر یه پول قلمبه بهشون برسه، ارث برسه، یه جایزه‌ای برندشن، یه وامی بگیرن، تمام مشکلات زندگیشون حل میشه. در حالی که اگر بازی پولو بلد نباشی، هیچ مقدار پولی نمیتونه تو رو نجات بده.